سلام همراهان عزیز، من همین شما رو تبریک میکنم به خاطر اینکه ما به درس ششم رازی موفقیت رسیدیم و من باوری کامل دارم که شما از این کورس ها و یا درس های ما برای خود چیز گرفته باشید. اگر چیز گرفته باشید ما بسیار خوشحال و خوشنود هستیم و ما تصمیم گرفتیم که امروز، یعنی طوری که شما میدانید، به رازی ششم موفقیت رسیدیم. عزیزان، من چون در برنامه‌های قبلی هم اشاره میکردم، لطفاً لیست و یا دفتر خود را به دست بگیرید و حتما قلم در دست آن سوال ها و آن تمرین های عملی که ما پیشکش شما عزیزان میگردانیم آنها را یادداشت کنید، زیرا در مصر قدیم بسیاری ها بر این باور بودند که هرچی اگر بنویسیم اتفاق میافتد، هرچی اگر بنویسیم آن به عمل تبدیل مییابد. و من هم به همین شما آرزو میکنم که در هر سمت، در هر گوشه باشید، همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید. خب بیایید میریم برای راز ششم موفقیت را شنیدن که نام دارد طولانی تر و سخت‌تر کار کنید. این موضوع عزیزان بسیار مهم است و ما را در همه حالت میتواند به موفقیت برساند. خب جیمز ترزر، یکی از سخنوران و روانشناسان بسیار موفقی است که میگوید هرچی من سخت‌تر کار میکنم من خوشبختم، هرچی سخت‌تر کار میکنم خوشبختم و خوشبختیم بیشتر خواهد شد. خب در دوام این گفته ها براین تریسی دوام میدهد که تمامی ثروتمندان خود ساخته بسیار سخت کار میکنند. آنها صبح زود شروع میکنند سخت کار میکنند و شبها دیر به خانه میروند. آنها به سخت کوشی و در زمینه کار خود شهرت دارند و همچنین همه آنها را میشناسند. یک فرمولی بسیار جالبی هست که 40 به علاوه نام دارد و شما این قانون را تمرین کنید. این فرمول میگوید که برای بقا باید هفته 40 ساعت کار کرد. برای موفقیت به بیش از 40 ساعت کار در هفته ما نیاز داریم. اگر شما فقط هفته 40 ساعت کار کنید و در میان هفته نزدیک به 35 ساعت فقط برای بقا کار میکنید، شما هرگز پیشرفت نخواهید داشت و هرگز به یک موفقیت مالی دست پیدا نخواهید کرد. بین همکاران و همقطاران نیز چندان استقبال نخواهید یافت. وقتی اساسی کاری شما هفته 40 ساعت باشد، همیشه در حد میانه خواهد بود. ولی اضافه بر 40 ساعت، هر ساعتی که در آن کار بکنید در آینده اندوخته های ذخیره میکنید. در حقیقت با دقت فوق‌العاده، با توجه به این که در هر هفته چند ساعت اضافه در 40 ساعت کار میکنید، میتوانید بگویید که در 5 سال آینده وضعیت شما چگونه است. برای روزهای کاری طولانی و سخت کوشی جایگزین نمیتوان یافت. ثروتمندان خودساخته در امریکا هفته بیش از 59 ساعت کار میکنند. بسیاری از آنها مخصوصاً در آغاز فعالیت کاری بیش از 70 و 80 ساعت در هفته کار میکنند. آنها به طور میانه هفته 6 روز کار میکنند تا 5 روز و علاوه بر آن روزهای طولانی کار میکنند. اگر شما بخواهید با یک ثروتمند خودساخته تماس بگیرید، بیش از ساعت‌های کاری معمولی و پس از ساعت‌های کاری معمولی به دفتر میتوانید تلفن کنید. خب دیگر ثروتمندان خودساخته قبل از رسیدن کارمندان و بعد از رفتن کارمندان در شرکت خود حضور دارند و کلید موفقیت این است تا میتوانید تمامی وقتها کار کنید. وقتی کار میکنید وقتی خود را تلف نکنید. وقتی کار خود را صبح زود شروع میکنید سرتان را پایین بیاندازید و کارتان را فوراً شروع کنید. وقتی مردم خواستند با شما سری صحبت را باز کنند، از خودتان عذرخواهی کنید و بگویید و مجبورم سری کارم برگردم. خودتان را با کارهای تمیزکاری، تلفن کردن با دوستان، گفتگوهای عادی با همکاران و خواندن روزنامه سرگرم نکنید تا میتوانید تمامی وقتا کار کنید. از امروز عزیزان، از امروز سعی کنید به عنوان سخت کوش ترین فرد در شرکتتان مشهور شوید. این باعث خواهد شد که توجه مردم و همکاران به شما جلب شود و زودتر از گذشته به شما کمک کنند. خب یک تمرین عملی داریم و این را حتما قید کنید.
از این روز نقشه هایی بریزید تا تعدادی ساعت های کاری که هر روز کار میکنید افزایش دهید. روز 1 ساعت زود به سر کارتان بروید و 1 ساعت دیرتر از جای کارتان بیرون روید. حتی وقتی نهار خوردن که دیگران رفتند شما کار کنید. 1 ساعت بیشتر کار کنید. این استراتژی به تنهایی رشد می‌دهد فعالیت شما را و 2 برابر خواهد کرد حال آنکه فقط 2 ساعت به ساعت کار روزانه‌تان اضافه کردید و این 2 ساعت میتواند زندگی شما را به کلی تغییر دهد. در برابر آنکه محبت و صداقت شما را به کارتان نشان میدهد، همچنین شما میتوانید در کوتاه‌ترین فرصت اگر 2 ساعت علاوه کنید در کاری همه روزتان زودتر موفق خواهید شد. عزیزان، این پایانی کورس و یا درسی 6 ما بود که این کورس به ما می‌آموزاند که ما باید سخت‌تر تلاش کنیم و 1 ساعت پیش از کار رفتن و 1 ساعت بعد از ساعت‌های معمولی کاری از کارگاه خارج شویم. یعنی با فعالیت خود 2 ساعت را زیاد کنید و از صحبت‌های طولانی و بی‌فایده دست کشید. خب، چون هر وقته ما می‌خواهیم که سوال خودتان را پیشنهاد کنید و ما حتما با آنها پاسخ خواهیم داد. و شما برای رو پیروزی و کامگاری تمنا میکنیم. هر کجای باشید اقبالتان بلند و تنتان مداوم صحت باد. با خیرت مانید تا بهترین ها را بشنوید.